سلام آقای پزشکیان، خوبی؟ چه خبر؟ نیستی؟ تا قبلی که رئیس جمهور بشی یه پیامکی چیزی میدادی، الان کجایی؟ شدی رفیق نیمه راه. خبر داری پول 1 کیلو گوشت شده حقوق 3 روزه یه کارگر، قیمت سکه شده حقوق 10-12 ماهه کارگر، قیمت دلار رسید به پلاک کرج 68,000 تومان، قیمت سنگ قب با پلاک یکی شده، پدر و مادر شرمنده فرزند شده، کارگر روحی ادامه زندگی نداره با ماهی 7-8 تومن. آقای پزشکیان، رئیس جمهور محترم، خبر داری سفره مردم امروز از دیروز کوچکتر شده؟ آقای پزشکیان، گوشی ما از دست پیامک بانک و زنگ زدن ضامن خاموشه، چون شرمنده ضامن هستیم، نداریم قسط پرداخت.